هر نفری که از مادر به دنیا می آید او الکی پیروز است. یعنی آن نفری که دروازه زندگی را برای خود باز می کند او الکی پیروز است. اما به خاطر پیروزی را به دست آوردن حتما نقشه های را باید ساخت، یعنی نقشه های درست را باید طراحی کرد و براه ماند تا اینکه شهد پیروزی را انسان هنگامی به سر بردن درک کند، چشد و از آمدن خودش به این دنیا یعنی شادکام و نیکروز باشد. و چرا بسیاری ها در این میان به افراد موفق و یا به افرادی که کمی در جامعه محبت دارن، محبوبیت دارن، رشک و مثلا حسادت میکنن؟ البته اینها غریزه های شخصی انسانیت هستند. یعنی انسانیت بدون این چیزها بوده نمیتواند. اما آن نفرانی که بالای خود کار میکنن، یعنی خودشان را میسازن و یا با گفتی علامه اقبال که آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهر داشت ولی نزد قباد و جمع کرد. یعنی در وجود هر یکی ما و شما یک گوهری نهفته هست که مثل آن سنگ الماسی که با بسیار کار کرد آن روی کار می آید و الماس می شود. انسان هم باید اینقدر باید تراشیده شود تا اینکه به مثل الماس بدرخشد. یعنی این البته در اول بسیار کاری مشکل است، این کاری ساده نیست که انسان از همه آن غریزه هایی که ما را احاطه میکنن مثلا کنار آییم و انسانیت خود ما را رشد دیم و به کمال رسیم. و به خاطر آنکه ما یک نفر را که واقعا از ما مثلا چند قدم پیش است خرد نکنیم، خرد نشان ندهیم، ما باید خودمان تلاش کنیم. و ما باید فراموش نکنیم که وقتی که ما یک نفر را تحقیر میکنیم این شخصیت خود ما را زیر سوال بردن است. یعنی اگر باز ساده کرده گویم یعنی ما خودمان را تحقیر نمودیم. و در ادبیات ما هم به این مضمون البته ابیات رنگینی هست، اما ناصر خسرو بسیار زیبا گفته که مگو پاسخ که پاسخ ناخوش آید، به که آوازی خشک و تا خوش آید. یعنی به خاطر آنکه کائنات و یا جمعیت و یا جامعه که ما در آن زندگی میکنیم برای ما پاداشی نیکی بدهد، حتما ما باید همون چی که میخواهیم شنویم باید بگوییم. خب وقتی که ما یک نفر واقعا قدر کردیم و موفقیتش رو درک کردیم، این معنی اونو دارد که یعنی این نهاد و ضمیر ناخودآگاه ما به خاطر موفق شدن الکی آماده است. و روانشناسی هم پره بر این باوری است که هر نفری که آزار میدهد دیر یا زود آزار میبیند. و همچنین نظریه هم هست که آنهایی که آزار میدهند آزار دیدند. به خاطر آنکه نه آزار دهی و نه آزار ببینی، باید این همه غریزه های دوم و سوم درجه که شخصیت انسان زیر سوال میبرند ما باید کنار کنیم. البته در این مورد فریدریخ نیچه هم یک کتاب داده با نام انک انسان، در این موضوع بسیار مفصل صحبت میکند. البته ما در این موضوع نمیخوایم به ژرفا و به فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی بسیار تکیه کنیم و خلاصی این موضوع ما همین میشود که به خاطر آنکه پیش راه کسی را بگیری حرکت کن، تلاش کن تا اینکه راه و پیراهی خودت را پیدا کنی. مارک توین هم بسیار یک جمله زیبایی دارد که میگوید در جامعه که ما به سر میبریم برای همه جای هست تا اینکه پای گذارد. به خاطر آنکه تو یعنی قدم زنی دیگران را محدود کنی، خودت تلاش کن تا قدم های استوار بزنی. خب این بود عزیزان آن
موضوعی که ما امروز میخواستیم با شما صحبت کنیم و باوری کامل دارم که شما از این سخنرانی برای خود چیز گرفته باشید و به امیدی موفقیت، پیروزی و دستاوردهای بی‌نظیری همه شما سربلند و کامیاب بماند.